رستم به او اینطور پاسخ داد: چنین گفت رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام. چنین یال و این چنگ های دراز نه والا بود پروریدن به ناز. به محض اینکه رستم اون مادیان و اون کره رو دید، طنابش رو برداشت و خواست کره رو بگیره که یک دفعه چوپان اونها سر رسید. اگر خاطرتون باشه در قسمت قبل داستان به اونجا رسید که طهماسپ پادشاه ایران از دنیا رفت و پشنگ وقتی که شنید پادشاه ایران از دنیا رفته دوباره افراسیاب رو راهی ایران کرد تا بتونه ایران رو فتح کنه. وقتی خبر به زال رسید، زال گفت من دیگه پیر و سال خورده شدم، پشتم خمیده شده، نمیتونم مثل قبل بجنگم، اما باید رستم رو برای نبرد آماده کنم. اما قبل از اون باید با رستم صحبت کنم و ببینم آیا مرد این میدون هست یا نه. بنابراین به نزد رستم رفت و ماجرای حمله افراسیاب به ایران رو برای رستم بازگو کرد و به رستم چنین گفت: به رستم بگفت ای گو پیلتن، به بالا سرت برتر از انجمن. یکی کار پیش است و رنجی دراز، کزو بگسلد خواب و آرام و ناز. تو را نوز پورا گه رزم نیست، چه سازم که هنگامه بزم نیست. هنوز از لبت شیر بوید همی، دلت ناز و شادی بجوید همی. چگونه فرستم به دشت نبرد، تو را پیش شیران پرکین و درد. چه گویی چه سازم چه پاسخ دهی، که جفت تو بادا مهی و بهی. به رستم گفت تو هنوز کودکی، هنوز دهانت بوی شیر میده، هنوز باید خواب و آرامش داشته باشی، اما چاره ای نیست، باید تو رو به دشت نبرد بفرستم. چه پاسخی به درخواست من میدی؟ رستم به او اینطور پاسخ داد: چنین گفت رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام. چنین یال و این چنگ های دراز نه والا بود پروریدن به ناز. اگر دشت کین آید و جنگ سخت، بود یار یزدان و پیروز بخت. ببینی که در جنگ من چون شوم، چو با بور گل رنگ در خون شوم. رستم اینطور پاسخ داد: این یال و این چنگ هایی که من دارم مخصوص میدان نبرد هست. من اصلا مرد خواب آرامش نیستم. اگه اتفاقی هم بیفته خداوند یار و همراه من هست. و بعد به زال گفت من باید اسبی داشته باشم که بتونه این بدن پیلوار منو بکشه. تا کنون هیچ اسبی نتونسته بدن من رو حمل کنه. دست پشت هر اسبی که فشار میدم شکمش به زمین میرسه. برای من اسبی مهیا کنی تا با اون راهی میدون نبرد بشم. بنابراین زال دستور داد تا همه گله های اسبی که در زاولستان و کابلستان بودن جمع بشن تا رستم بتونه از بین اونها اسب مناسب خودش رو انتخاب کنه. گله های اسب جمع شدند. رستم یکی یکی به اسبا نگاه کرد. هر اسبی که به نظرش مناسب می اومد کنارش می رفت و دستش رو روی کمر اسب فشار می داد و اسب با شکم به زمین می چسبید. هیچ اسبی مناسب رستم پیدا نشد. یک دفعه رستم نگاه کرد و دید یک مادیانی از دور داره میدوه و کره‌ش هم داره دنبالش میدوه، انگار رم کرده بود. یکی کره از پس به بالای اوی، سرین و برش هم به پهنای اوی. سیه چشم و بورابرش و گاودم، سیه خایه و تند و پولادسم. تنش پرنگار از کران تا کران، چو داغ گل سرخ بر زعفران. چو رستم بدان مادیان بنگرید، مران کره پیلتن را بدید. کمند کیانی همی داد خم، که آن کره را بازگیرد ز رم. به محض اینکه رستم اون مادیان و اون کره رو دید، طنابش رو برداشت و خواست کره رو بگیره که یک دفعه چوپان اونها سر رسید. به رستم چنین گفت چوپان پیر که ای مهتر اسب کسان را مگیر. گفت آهای این اسب مال کیه که میخوای بگیری؟ مگه این اسب مال توه؟ رستم گفت
این اسب مال کیه؟ چرا روی بدن اون هیچ داغ و هیچ نشانی نیست؟ چوپان گفت دنبال داغ و نشان رو بدن این اسب نگرد. ما خودمونم نمیدونیم صاحب این اسب کیه، اما اون رو رخش رستم نام نهادیم. 3 سال هست که این اسب آماده زین شدن و سوارکاری هست، اما هر بار که میخوایم روی اون زین بگذاریم و سوارش بشیم مادرش سر میرسه و همه رو از این کره دور میکنه. تا حالا هیچ کس نتونسته از این کره سواری بگیره. رستم گفت بسپارش به من. بینداخت رستم کیانی کمند، سر ابرش آورد ناگه به بند. بیامد چو شیر ژیان مادرش، همی خواست کندن به دندان سرش. بغرید رستم چو شیر ژیان، از آواز او خیره شد مادیان. بیفتاد و برخاست و برگشت از اوی، به سوی گله تیز بنهاد روی. رستم طنابش رو برداشت و دور گردن اسب انداخت و اونو به سمت خودش کشید. مادره برگشت تا به رستم حمله کنه، اما رستم چنان قرشی به او کرد که در جا خشکش زد و برگشت به سمت گله. رستم دستش رو پشت اون اسب فشار داد، اما از فشار دست رستم اسب خم به ابرو نیاورد. رستم گفت این همون اسبی است که به دنبالش میگشتم. به دل گفت کین برنشست من است، کنون کار کردن به دست من است. رستم از چوپان پرسید بهای این اسب چنده تا بهای اونو بپردازم؟ چوپان چنین پاسخ داد، چنین داد پاسخ که گر رستمی، بر او راست کن روی ایران زمی. من این را بر و بوم ایران بهاست، بر این بر تو خواهی جهان کرد راست. گفت اگه تو رستمی به کمک این اسب مرز ایران زمین رو دوباره مثل قبل آرام کن. بهای این اسب فقط همین هست. رستم خوشنود شد و بر رخش سوار شد و این چنین رستم و رخش به همدیگه رسیدن.